متاسفانه توی کشوری هستیم که صحبت کردن در مورد مسائل جنسی و آموزش نوع ارتباط جنسی سالم کار قشنگی به شمار نمیره. برای همین خیلی ها ازش گریزانن. به همین دلیل هم خیلی از زوجین ما هنوز در برقراری ارتباط جنسی سالم با هم مشکل دارن. این کتاب برای تمام دخترها و پسرایی که قصد ازدواج دارند، در ابتدای زندگیشون هستند و حتی زنان و مردانی که سالهاست زندگی کردند اما از ارتباط جنسی سالم و لذت بخش برخوردار نشدن توصیه میشه تا حداقل از این به بعد زندگیشون رو با به کار بردن این راهکارهایی که توی کتاب اومده بتونن زندگی جنسی بهتری رو تجربه کنن. آقای دکتر جان گری در مقدمه کتاب ابتدا میخوان توضیح بدن که چرا اصلا این کتاب نوشتنش مهم بوده و چرا باید به ارتباط جنسی سالم بین زن و مرد اهمیت داد. و ایشون کتاب رو در مقدمه اینطور آغاز میکنن که زن ارتباط عاشقانه میخواد و مرد ارتباط جنسی، که همین جمله نشون دهنده تفاوت‌های جنسی زن و مرد در مسائل جنسیشون هست که فقط از طریق درک و پذیرش این تفاوت هاست که میتونن به اون صمیمیت واقعی و ارتباط عالی جنسی دست پیدا بکنن. بدون درک عمیق این تفاوت ها زنها اغلب به اهمیت ارتباط جنسی برای آقایون پی نمیبرن و اونها رو موجوداتی سطحی میبینن که تنها ارتباط جنسی میخوان، در حالی که وقتی زنها به دلایل واقعی این علاقه آقایون به ارتباط جنسی پی ببرن قضاوت‌هاشون درباره مردها ملایم‌تر میشه و میتونن متوجه بشن که چرا برانگیختگی جنسی برای بیشتر مردها عاملی هست جهت کمک به اونها تا بتونن با همسرشون ارتباط برقرار کنن و احساسات عاشقانه‌شون رو از قوه به فعل در بیارن. از طریق ارتباط جنسی هست که قلب مرد پذیرا میشه و به او اجازه میده که احساسات عاشقانه و اشتیاقش رو به عشق لمس کنه. یعنی با ارتباط جنسی مرد نیاز به عشق رو احساس میکنه، در حالی که زن با دریافت عشقی که اشتیاقش رو به ارتباط جنسی احساس میکنه. مرد نیاز عاطفی زن رو به ارتباط عاشقانه نمیتونه درک کنه و ممکنه احساس کنه که همسرش از ارتباط جنسی داره کناره‌گیری میکنه و احساس طرد شدگی بهش دست میده. زن قبل از اینکه اشتیاقی به برقراری ارتباط جنسی داشته باشه باید احساس عشق و محبت بکنه. یعنی همونطور که مرد به ارتباط جنسی نیاز داره، زن نیاز به گفتگو با همسرش داره تا عشق و محبت رو احساس کنه. اولین گام برای یک ارتباط جنسی فوق‌العاده زمانیه که ارتباطی عاشقانه و حمایتی توی رابطه وجود داشته باشه و این ارتباط زمانی کارایی خواهد داشت که از مهارت‌های جنسی این کتاب هم به درستی استفاده کنید. پس میزان گفتگو و برقراری ارتباط باید کافی باشه. وقتی ارتباط جنسی بهتر میشه، ناگهان کل ارتباط بهتر میشه.